شما بگین یک کیک چقدر میتونه نرم و پنبه‌ای باشه که تا این اندازه انعطاف داشته باشه؟ یک کیک فوق‌العاده خوشمزه، خوش‌عطر و در عین حال نرم و پنبه‌ای. بافت جذابش رو ببینید، انقدر این کیک سبک و خوش بافته که توی دهن آب میشه. حتما درستش کنید و عکسای خوشگلتون رو برای من بفرستین. بعد درست کردن زرد و سفید از هم جدا میشه. سفیده رو میزنیم، کف که کرد 1/3 از شکر رسپی رو بهش بارانی اضافه میکنیم تا حجم بگیره، میذاریم داخل یخچال. حالا زرده و باقی مانده شکر و وانیل رو میزنیم، حتما دورگیری میکنیم وسط کار و دوباره میزنیم تا کرم رنگ بشه. شیر و روغن رو اضافه میکنیم، 30 ثانیه هم میزنیم، همزن رو میزنیم کنار. آرد رو توی 2 مرحله اضافه میکنیم به این شکل که در اومد. بهش سفیده رو توی 2 الی 3 مرحله اضافه میکنیم، ترکیب میکنیم مواد و میریزیم داخل قالب. میره داخل فره از قبل گرم شده. تمام.